هم دکتر چند تا سوال از دایرکت جواب میدی؟ بپرسین تا بگم. گفتم چرا نوجوانم همش به روابط عاطفی کشیده میشه؟ به خاطر اینکه اون حس امنیت و دوست داشتن رو تو محیط خونه نمیگیره. اگر رو این کار بکنید به هر قیمتی تو هر رابطه‌ای وارد نمیشه. میگن به حرفم گوش نمیده. چون یا زیاد گفتین یا بد گفتین. اگر به جا و درست بگین همشنویش بیشتر میشه. چطوری بگم؟ باید که والد حمایتگر مثبت باشید. یعنی اینکه فضا بدید، تحقیر نکنید، سرزنش نکنید، دستور ندید، زیاد انتقاد نکنید. این قیچی‌های عاطفی رو کم بکنید تا اینکه بیشتر بتونید روش تاثیرگذار باشید. دائم سرش توی گوشیه. باید با خودش قانون بذارید. بگید که این وسیله رو دادیم که تو استفاده بکنی و ازش لذت ببری، ولی باید قوانینش هم رعایت بکنی. بیا با هم بشینیم تا براش یه سری قوانین و چارچوب تهیه بکنیم و ببینیم که اگه اینا رو رعایت نکنی چه عواقبی برات داره. اینطوری بیشتر به حرفتون گوش میده. و در نهایت خلاصه کلام این که اگر رابطه نسازی اصلا تاثیرگذاری نداره.